السلام علیکم بینندگان عزیز. ما باز هم برای شما حزلهای نو را پیشنهاد میکنیم. مرحمت. رفتیم. فقط در تاجیکستان دو زنک در تلفن 5 ساعت گپ میزنند با میگن خب بعد از پیش گپ میزنیم این گپ تلفنی نیست. واقعا همین گونه است. پسر بچه اومده از پدرش میپرسد پدر جان آدم از چی پیدا شده است؟ از خاک بچم. مادرم میگوید که آدم از میمون پیدا شده است. اولادی من از خاک پیدا شده است بچم. من اولادی مادرت نمیدونم. بیانات. من به کار ساعتی 10:00 آمدم، نه اینکه در ساعتی 8. زیرا تا ساعتی 10 خواه و ناخواه هیچ کس کار نمی کند، تنها چای می نوشند. من باشم چنین مقدار چای را نوشیدن نمی توانم. هنگامی کارپراتیو در تایلند راهبری فرما یک بار پیشنهاد برآورد اگر کسی به حوض به نزد تیمساها خود را پرتافته از آنجا زنده برآید یک بار 5 میلیون دلار میدهم، یا اگر او را تیمساها خورد به عائله‌اش 2 میلیون دلار میدهم. دیرگاه هیچ کس قرار نمیکرد، اما یک مرد خود را به آب پرتافت و آنجا سر شد. تیمساها از پسش دنبالگیری میکردند. او باشد مانند نیش زده گریخته با صدها تیمساهای گرسنه جنگیده آنها را میشکست، میگزید، پخش میکرد. خلاص بعد 30 دقیقه مرد از آب بیرون برآمده نفس راست کرد و داد زد به من نشان دهید که کدام احمق مرا به آب تیله داد. و معلوم شد که زنی او بوده است. انا از همان جا مقاله در پس هر مرد موفق زن میستد پیدا شده است. یک گربه به گربه دیگرش میگه همه گربه ها از شیرها به وجود آمدند، خوجه اینی ما باشه چه؟ از میمون. خدایا چه شرمندگی. پدر بیاید یک بازی میکنیم. چه خیل بازی؟ چیزی که من میگم شما هم تکرار کنید. مایلش بچم زن میگیری؟ خیز گم شو از پیشم. زن نقل میکند در جنگل میرفتم، باران میبارید، شمال، شب، تماما خنک خوردم. میبینم ماشین ایستاده است. نزدیک رفته به آینه‌اش نگاه کنم، آنجا هیچ کس نیست. در رو دیدم گشوده است. من در آمدم و نشستم. ناگاه ماشین راه گشت. من در تهلکه. ماشین راه میگردد، من در عقب نشستم. سری چنبرک کسی نیست. همینجا دستی مردار از کجا پیدا شده ماشین را راند و خیب زد. مرا تماما هیجانی سخت پخش کرد. همینجا دیه نمایان شد ان الکی خانه های اولین. ناگاه ماشین باز ایستاده به داخل کدام مرد نگاه کرده میگوید تو اینجا چی کار میکنی؟ من با ماشین میروم. دیوانه شدن ممکن. من تیله میدهم وای باشد با ماشین میرود. دستانتان را نه 20 ثانیه بلکه اقلا 15 دقیقه شستن لازم است. با احترام و در کانال. اوی قربانگل با من نخوشی رخ داد. مردکم ماهیداری رفت و تلفن را نمی بردارد. شاید مشوقه پیدا کرده باشد. گل بیبی چرا تو در حال بدش را فکر میکنی؟ شاید او تنها غرق شده است. الو میلیسه، برای راندن تانک چطور شهادت نامه گرفتن ممکن است؟ خدایا همین طور راندن گیرید کی به شما خلال میرساند؟ خب دوستان عزیز، بیاید یک چند رسم ها را شرح میدیم و میبینیم. فقط در تاجیکستان وقتی که دوستت را همراه دوست داشتهش میبینی میگوی یگان دوگانه فسان ندارد. اقلا یک خر نیاوردی بری ما. دخترای حاضره مثل رونالدو هستند. یک تاش 7 بچه را فریب میکند. جان بیا ویدیو ویزف زنگ زنم. نه زنگ نزن دادم در خونه. اینجا فقط 2 واریانت بوده میتواند. یا زنت فربهی بد است یا او زوری بد است. مادر جان اونجا چی است؟ اونجا دادرت هست. شما او را دوست می‌دارید؟
ها بچم، پس برای چی او را خوردید؟ بیننده عزیز ملامت نکن، این عکس تنها از اینترنت گرفته شده است. کنتاکت های بچه ها: مهیره خوددوک، شاه سنمی شاد پرتویک، فرزانه او رود، لوله تورت پزک، شهنازه پوپسیک. کنتاکت دخترها: منوچهری مرغ، فردوسی لکسوس، احمدی مونستر، سیادی کلادان، غفوری تاکسی. به همین رسم در شهر خودتان نام گذارید دوستان عزیز. بیننده عزیز، این کوتاهک هزل ها بود. شاید کوتاهی ما کمی ما خوب هم نبود. اگر شما راضی نیستید در شرح نویسید تا بازدید.